درود بر شما دوستان گرامی، امیدوارم حالتون خوب باشه. برنامه اکسترا تایم رو میبینید از کانال 1 در لس آنجلس. فصل نقل و انتقالات فوتبال ایران، لیگ برتر فوتبال ایران آرام آرام داره به پایان میرسه. البته ما فکر میکردیم که به پایان میرسه، ولی همونطوری که میشد انتظار داشت باز هم سازمان لیگ اعلام کرد که این فصل نقل و انتقالات تمدید خواهد شد. تا کی تمدید خواهد شد؟ تا 5 مرداد. و توجه داشته باشید که 8 مرداد قراره که لیگ ما آغاز بشه. اتفاقا برنامه 5 هفته اولش هم با ساعت و مکان و اینها اعلام کردن. ولی خیلی جالبه برای من که هیچ وقت نشده که ما مثلا یک برنامه رو از قبل اعلام بکنیم و این دستخوش تغییرات نشه. حالا یا اعمال نفوذ هست اینجا، یا واقعا بی برنامگی هست، یک مسائلی رو در نظر نگرفته بودن و بعد متوجه میشن که باید تغییرش بدن. از جمله اینجا بهانه آوردن که برای تسهیل کار تیم‌های لیگ برتر در به ثبت رسوندن قراردادها و فلان و اینها باید تمدید کنیم. شما نگاه کنید که اگر 3 روز مونده باشه به شروع لیگ و بر فرض باشگاه یا باشگاه‌های بازیکن یا بازیکنانی رو بگیرن، این بازیکنان طبیعتاً چون در تمرینات و اردوهای باشگاه مورد نظر خودشون نبودن، فی‌الواقع در هفته‌های اول حداقلش تا 3 هفته اینها نمیتونن در تیم‌های خودشون بازی کنن تا اینکه جا بیفتن. یعنی کار آخرین لحظه، ساعت 25 در واقع. بالاخره یه روزی باید این مسائل درست بشه. زمانی هر کاری که شما فکر کنید پیشرفت خواهد کرد که درش اول همه علاوه بر استعداد و عرض کنم که تجربه و اینها درش نظم و انضباطی باشه. ادعا میکنن آقایون سازمان لیگ که ما لیگ رو خوب برگزار میکنیم، لیگ رو منظم برگزار میکنیم. اینها رو یادشون میره، در تمام فصول این اتفاق افتاده. به هر صورت یکی از مواردی که همیشه ما بهش اعتراض داشتیم این بود و یه مورد هم هست در مورد قراردادهای سفید و اینا که بعداً بهش میپردازیم. اما خدمتتون عرض کنم که خب تیم‌ها در حال تدارک هستن. تیم سپاهان در ترکیه در برابر یه حریف تمرینی قرار گرفت به نام ترینیداد و توباگو. اگر شما جزئیات این مسئله رو نخونید، اطلاع نداشته باشید، فکر میکنید که تیم ترینیداد و توباگو که در گلد کاپ، کانکاکاف گلد کاپ تا همین 2-3 روز پیش بازی میکرد، ناگهان سوار یک هواپیمای دربست شدن و آمدن به ترکیه که با سپاهان بازی کنن. خیر، این تیمی که با سپاهان بازی کرد تیم دوم ترینیداد و توباگو هست. حالا خود ترینیداد و توباگو چه هست که تیم دومش چه باشه؟ به هر صورت یک مجموعی از بازیکنان ترینیداد هست که با سپاهان بازی کردن و اتفاقا سپاهان رو شکست دادن. حالا سپاهان با عنوان قهرمانی ایران در این بازی دوستانه حاضر شد و خب اصلا اهمیتی نداره برد و باخت، ولی حتی ما در خاک ترکیه با تیم نظیر اول ترینیداد هم نمیتونن باشگاهامون بازی کنن، بلکه با یه منتخبی از بازیکنان ترینیداد بازی میکنن و هیچ توضیحی هم داده نمیشه. به هر صورت اجازه بدید که صحنه‌هایی از این بازی رو ببینیم، خالی از لطف نیست.
بسیار خوب. همطور که خدمتتون گفتیم در این بازی تدارکاتی تیم سپاهان 2-1 مغلوب تیم دوم ترینیداد و توباگو شد. اما اتفاق بسیار جالبی امروز در مقر فیفا افتاد، در جلسه‌ای که فیفا داشت. اجازه بفرمایید که من یه توضیح بدم. عکس‌ها رو ببینید، بعد یه ویدیو هم داریم که خدمتتون تقدیم کنیم. بعد از رسوایی اخیر فیفا که بلاتر از مقامش استعفا کرد و امروز مشخص شد که انتخابات بعدی ریاست فیفا روز 26 فوریه یعنی 7 اسفند برگزار خواهد شد. پس از اعلام این خبر بلاتر در حال صحبت با خبرنگاران بود که سایمون برادکین، کمدین انگلیسی فکر میکنم باشه، ایشون با در دست داشتن بسته اسکناس جعلی به سمت میز بلاتر رفت و سخنان او را قطع کرد. برادکین اسکناس ها را روی میز گذاشت و گفت این پیشنهاد کره شمالی برای میزبانی جام جهانی 2026 است. او سپس شروع به صحبت برای خبرنگاران کرد و در مقابل بلاتر از مسئولان امنیتی خواست تا او را از محل کنفرانس خارج کنند، اما پیش از اینکه ماموران امنیتی بتوانند برادکین را بیرون ببرند او اسکناس ها را به سمت بلاتر پرتاب کرده بود. بعد از این اتفاق بلاتر محل را برای دقایقی ترک کرد و بعد از برداشتن همه اسکناس ها او کنفرانس مطبوعاتیش را از سر گرفت. او در اشاره به این اتفاق گفت من با مادر درگذشته‌ام تماس گرفتم، یعنی مادر مرحومش تماس گرفته و او گفته نگران نباش، این به خاطر تربیت نادرست است. خب اجازه بدید من یه توضیح بدم خدمتتون، بعد این ویدیو رو با هم ببینیم. میدونید که صحبت‌هایی هست بعد از اون افشاگری‌هایی که در مورد مقامات ارشد فیفا انجام شد و ناچار از سوی آمریکا البته و 14 نفر رو اندایت کردن، یعنی تحت تعقیب قرار دادن که هنوز هم این ماجرا ادامه داره. همه منتظر بودن که بلاتر هم اتفاق این چنین براش بیفته، اما او از همه این اتفاقات مبرا شده، فعلا کسی دنبالش نیست، تحت تعقیب نیست و انتخابات فیفا هم انجام شد و بلاتر برای 4 سال دیگر به ریاست فدراسیون بین‌المللی فوتبال انتخاب شد. اما ایشون تحت فشارهایی که به هر حال هست از سراسر دنیا مجبور شد که استعفا بده چند روز بعد، که دقیقاً فکر کنم 2 ماه جون بود ایشون استعفا داد. اما این استعفا لاجرم منتهی به این نشد که بلاتر دیگه کیف و کتاب و تشکیلاتش و کت و شلوار و همین هر چی که داره ورداره جمع کنه بذاره توی جعبه مثل کسانی که اخراج میشن یا استعفا میدن و بره به خونه‌اش، بلکه ایشون ادامه داد و گفت که انتخابات دیگری برای ریاست فیفا انجام خواهد شد. امروز مشخص شد که 26 فوریه است و در این وانفسا این اتفاق افتاد. حالا این ویدیوش رو هم با هم میبینیم که خیلی جالبه. بفرمایید. Excuse me? Thank you very much. Sorry, this is starting, we're starting a press conference. Where is my security? Come on. Come on. 2026 World Cup. Come on. It makes sense for everyone. Here we go, Seth. That's thank you. Cheers, Seth. It's all there. As discussed. Thank you. Good to see you. I'll go here now. No. Ladies and gentlemen, we have to clean here first. Otherwise, I will not be able to speak to you, ladies and gentlemen, when we speak about football. This has nothing. بله دیگه توهین و عرض کنم که اعتراض از این شدیدتر نمیشه. یکی از بدترین توهین هاست که به سمت یکی پول پرتاب کنن و بهش بگن که بیا اینم مال کره شمالی که داده بهت که جام جهانی 2026 در اونجا برگزار شه. این نهایت توهین و اعتراض هست که این کمدین انگلیسی، حالا فکر می‌کنم بریتانیایی به هر صورت، حالا ممکنه انگلیسی نباشه، سایمون برادکین. خب و اما فوتبال ساحلی، اگر خاطرتون باشه تیم ملی ایران در آخرین بازی خودش در یک چهارم نهایی در برابر تایتی با نتیجه 5-4 مغلوب شد و حذف شد. از اونجا به بعد نیمه نهایی ادامه پیدا کرد و تا اینکه به دیدار فینال رسید و در دیدار فینال همون تایتی که ما رو حذف کرده بود در برابر تیم میزبان یعنی پرتغال قرار گرفت و همونطور که پیش بینی کرده بودم بنده خدمتتون گفتم که تیم میزبان رو سخته که زدنش. به هر صورت برزیل و روسیه و اینا همه حذف شدن.
تاهیتی به پرتغال رسید برای دیدار فینال فوتبال ساحلی، جام جهانی فوتبال ساحلی رو با هم تماشا میکنیم. The loss of Naya Bennett though is a massive blow and we are underway. Belchior and Majer goes for goal. Oh, what a start for Portugal. And what a goal for Majer. Top Scorers Award at a big soccer World Cup. That is the kind of legend we are talking about. And only he could come up with that 3 seconds into the World Cup final. Shootout winning against Italy following the 6-6 draw. Here's a chance for the leveller. Oh, it's a really good save. Terrific goalkeeping from Andrada. Trying to step away from Tabernet. He's found space here, Belchior. Here's Jordan. Oh, straight at the goalkeeper, Joe. Great chance. Very quickly taken. Oh, what a chance for Tabernet. Majer. Belchior! 2-0 for Portugal. Lovely flick from Majer, and what about the volley from Belchior? No chance for Joe. Portugal have scored themselves. Andrada. Space for Jordan. Oh, tipped away by Joe. Goes for goal and forces a save from Andrada. They're backing off the Bay Martins. Andrada goes for goal! Oh, it's 3-0! Did Kimbrough get the touch on that? Terrific strike from Andrada. He does. It's Kimbrough's goal. Labast. Oh, it's in! And they have one back straight away. Exactly what they needed. I won't want to see that one again. His good work in bringing about the third goal is undone by a poor piece of goalkeeping. Lee Fung Kwei across. Oh, what a goal! What a goal from Lee Fung Kwei! 6th goal of the tournament from Lee Fung Kwei, and that is one of his best. Couldn't have placed that any better. 3-0 down here in the World Cup final, but back to 3-2. Here's Belchior. Belchior, great chance! Oh, what a save by Joe! What a save! Bruno Novo scored yesterday in the semi-final. Oh, he's hit the post! Lee Fung Kwei. Oh, what a chance! Bruno Novo with the free kick. Oh, it's in! What a goal! A 4th goal! Changing goal for Tahiti. Oh, it's in! Lee Fung Kwei, and that is exactly what they needed. Well, the change has paid dividends already. Bear with it. And then Lee Fung Kwei getting a touch to it. And an instant. Alan again. Bay Martins. Oh, it must be! Saved on the line! Hooks it away. Tabernet. Oh, Andrade! Lee Fung Kwei! Oh, my word! Scorer at this tournament. Majer hits it. Oh, it's crawling towards the line and away! They've got players over here, Tahiti. Kimbrough, though, needs to win it. Does. And it's in! And that is the World Cup for Alan. Part of the World Championship winning team in 2001. And what about that for a finish? That is surely that. Lee Fung Kwei. Oh, it's a good save from Andrada. Lee Fung Kwei tipped away by Andrada. And after the false alarm, that is the final whistle. And Portugal can celebrate. خب میزبان با نتیجه 5-3 پیروز شد و قهرمان شد. تیم پرتغال قهرمان این دوره جام جهانی شد. اما بعد از اینکه ما با نتیجه 5-4 مغلوب تیم تاهیتی شدیم، این اتفاقات در نیمه نهایی افتاد.
ایتالیا و تاهیتی 6-6 مساوی کردند در نیمه نهایی و در ضربات پنالتی تاهیتی 3-1 پیروز شد و به فینال رفت. پرتغال هم 4-2 روسیه رو شکست داد و به فینال رفت. دیدار رده‌بندی روز یکشنبه انجام شد. ابتدا ایتالیا مغلوب روسیه شد، روسیه 5-2 ایتالیا رو شکست داد و نهایتاً پرتغال هم در دیدار فینال همونطور که ملاحظه کردید 5-3 تاهیتی رو شکست داد و قهرمان جام جهانی شد. اطلاع دارید که استیون جرارد بازیکن بزرگ لیورپول که 24 سال 26 سال اگر اشتباه نکنم از رده نوجوانی در لیورپول بود، اخیراً به تیم لس آنجلس گالاکسی پیوسته و اتفاقاً در اولین دیدار تیم گالاکسی با تیم سن هوزه ارتکویک همین شمال کالیفرنیا روبرو شدن در هوم دیپو سنتر شهر کارسون که خانه گالاکسی هست و زوج رابی کین بازیکن ایرلندی که 2 فصلی هست برای گالاکسی بازی میکنه و استیون جرارد نوید روزهای خیلی خیلی خوبی رو داد. این صحنه‌های حساس این بازی لیگ MLS رو بین LA گالاکسی و سن هوزه ارتکویک با هم تماشا میکنیم و هنرنمایی جرارد و کین. بفرمایید. The Galaxy dressed in white today. We're on! Gerrard wasn't going to get the ball. Good call from the referee. Robbie Keane looking to get rid of Victor Bernaldez. Good ball played up top. Good opportunity now for Sana Niasse. Played inside. What a ball! A shot! This time he won't miss! Absolutely superb football. The early cross and that. He made that finish look a lot easier than it was. To take it first time, in stride and right in the bottom corner. Rowe has no chance. Salinas, also Matias Perez Garcia can have a crack at it. It's Garcia Perez putting it up top. Another opportunity, a shot, yes! Oh, what a ball this is from Perez Garcia. Catches everybody out. The Galaxy don't react to the loose ball. And again, this is a clinical finish from Amiraqua. Drops kindly for him. Has to readjust his body. Right in the bottom corner. Insider, I have to vouch for him. Dropping text messages, Twitter messages, and getting responses. Getting you the exclusive on the new Quakes signing. Ball for Robbie Rogers. Puts it inside. Cleared by Clarence Goodson. Steven Gerrard still there. Not able to get a good touch on it. Thought he was fouled. And he's calling it. Kane. Bingham. Robbie. Book it. Well, there we see the incident again. Again, you talk about it being Gerrard. If it happens the other way around, is it a penalty? I'm not so sure. But calm as you like. Keane doesn't have the greatest record from the penalty spot, but in key moments. Steven Gerrard crosses midfield. Has Keane on the right. Goes to him. Robbie. To Husidic. Robbie wants it again. Played it. So Gerrard! He was involved earlier in the move as well, but as this ball falls to him, kept his head over the ball, kept his eye on the ball, and that ball was only going to go in one place, right in the bottom corner. And this is the start of something very big here at the LA Galaxy for Steven Gerrard. And on Univision, the United States will take on Cuba at 1 Pacific, 4 Eastern. Gerrard puts it inside! Not quite a David Beckham style free kick, but put right in the area. And you can tell that's off the training ground. Robbie Keane attacks the space. And Lashley just a little bit slow to react. Keane takes full advantage. Game's still not over yet. Still plenty of time for San Jose to potentially get a leveler, or Galaxy to get more. Los Angeles, a 5-time MLS champion. San Jose not with the same luck, but the Earthquakes always taking this Cali Classico very serious and giving the Galaxy headaches. The shot is taken. Looked like it had nothing on it. Ball hit the post. Ball's down. The shot. It's a goal. What? There's a penalty kick, I believe. The shot. Goal. Oh, yeah, Robbie Keane. They are going to be very tough to beat. Now you see definite contact from Bingham with Husidic. Penalty had to be given, although the ball does go in the back of the net. Now and right in the corner. Bingham couldn't get anywhere near it. Of course, that would have been a Canadian team. We'll take credit, MLS. It's the Los Angeles Galaxy again looking for a fifth. There's no bad fifth one.
Keane looking to get inside. Well defended in the back by Wynn. Ball comes back inside the header. Steven Gerrard, again the movement. He was actually involved earlier in the play as well. A really powerful run into the middle. And then look at him again, lose Lashe. On Steven Gerrard's MLS debut, San Jose. خب شروع خوبی بود برای جرارد با گلکسی. 5-2 این تیم در برابر تیم سن خوزه ارتکویک که یک رقیب همیشگی هست برای تیم گلکسی پیروز شد. جرارد خیلی آماده نشون داد و اتفاقا هماهنگ هم نشون داد با بازیکنان کناریش، به خصوص رابی کین، و همطور که گفتم این نوید روزهای خوبی رو برای گلکسی و خود جرارد میده که در سالهای پایانی فوتبالش بتونه یک فوتبال قابل قبول و جذابی رو ارائه بده. و اما بریم سراغ یک خبر نچندان خوب که پله بار دیگر در بیمارستان بستری شده. دفعه پیش برای مسئله پروستاتش بود، ولی این بار حالا گزارشی داریم که توضیح لازم رو خواهند داد که به چه علت پله باز هم در بیمارستان هست. بفرمایید. اسطوره فوتبال برزیل 2 ماه پس از عمل جراحی پروستات بار دیگر در بیمارستان بستری شد. پله 74 ساله که دچار درد شدیدی در ناحیه کمر بوده در بیمارستان آلبرت انیشتین شهر سائوپائولو مورد عمل جراحی قرار گرفت. 8 ماه قبل و پس از عمل جراحی سنگ کلیه هم در بیمارستان بستری شده بود. اون یک اسطوره است و یک ورزشکار خارق‌العاده. من فکر می‌کنم همه هواداران برزیلی دعا کنن تا هر چه زودتر خوب بشه و به خونه برگرده تا باز هم فعالیت خودش رو ادامه بده. پله طی 21 سال بازیگری در 1363 بازی فوتبال شرکت کرد و 1281 گل به ثمر رساند. او 3 بار در سالهای 1958، 1962 و 1970 با برزیل قهرمان جهان شد و بسیاری او را بزرگترین بازیکن تاریخ فوتبال می‌دانند. نعمت الله شیخی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سائوپائولو. خب برای این اسطوره فوتبال مسلماً تمام فوتبال دوستان جهان آرزوی سلامتی دارن. پله در سن 75 سالگی به هر صورت هنوز هم آمباسادور، سفیر فوتبال در جهان است. اما امروز دوشنبه که البته دیگه از الان در ایران سه شنبه هست، قرار بود که نتیجه نهایی هیئت استیناف سازمان لیگ در مورد وضعیت راه آهن و پیکان مشخص بشه که کدوم یک از این دو تیم لیگ برتری هستند و بعد از 4 بار به تعویق افتادن نتیجه نهایی امروز هم باز اعلام شد که 24 ساعت دیگر باید همه صبر کنند، در حالی که کمتر از 2 هفته به آغاز لیگ ما باقی مونده. از این گزارش رو توجه بفرمایید بهش. سلام بینندگان عزیز، وقت شما به خیر باشه. رأی تجدید نظرخواهی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در خصوص پرونده راه آهن که قرار بود امروز اعلام بشه به فردا موکول شد. رأی تجدید نظرخواهی پرونده موتومبا بازیکن اوگاندایی راه آهن امروز هم اعلام نخواهد شد. این در حالیه که با اعلام قبلی صالحی رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قرار بود امروز تکلیف 2 تیم تهرانی راه آهن و پیکان مشخص بشه، اما همچنان در فاصله 10 روز مانده تا آغاز لیگ 15 این 2 تیم در بلا تکلیفی کامل به سر میبرند. اعضای محترم کمیته استیناف کمیته فدراسیون فوتبال حضور پیدا کردند، آخرین بررسی‌ها را انجام دادند. در این بین شنیده‌ها حاکی از اینه که رأی توسط کمیته استیناف صادر شده، اما هنوز از سوی دبیر کل فدراسیون فوتبال ابلاغ نشده و قرار فردا اعلام بشه. در حال بررسی بودن اعضای محترم کمیته که آخرین بررسیشون انجام بدن. ان شاءالله امروز بعد از اینکه در واقع انشای نهایی رأی انجام شد فردا رأی رو اعلام خواهند کرد. حالا تا فردا باید منتظر بمونیم تا ببینیم بالاخره این رأی صادر و تکلیف 16مین تیم لیگ 15 مشخص خواهد شد یا نه. بله، ما که به هر صورت عادت داریم فردا هم صبر میکنیم ببینیم که چه خواهد شد، اما همطور که میبینید این واقعا یک واقعی عجیب و غریب هست. در حالا فوتبال رو بذاریم کنار، در هر موردی که شما فکرش رو بکنید، وقتی که تمام مسائل درست شده و قرعه کشی انجام شده و اینها، هنوز تکلیف این که کدام تیم در لیگ برتر باقی مونه، یعنی کدام تیم به عنوان تیم 16 لیگ برتر خواهد بود، هنوز مشخص نیست. فردا حتما دیگه بگیم 100%.
فکر نمی کنم، ولی امیدواریم. خب و اما اگر خاطرتون باشه در چند سال اخیر میشنیدیم از بازیکنان، به خصوص بازیکنان صاحب نام و باشگاه‌های صاحب نام که در زمان قراردادشون این ادعا مطرح میشد که این بازیکنان قرارداد سفید امضا میکنن. یادتون هست همون موقع من اعتراض کردم به این مسئله که این اصلاً روش درستی نیست، توجه و باوری به این قصه ها نداشته باشید که یک بازیکنی بیاد قرارداد سفید اعلام کنه، امضا کنه. در مورد دایی اگه یادتون باشه با پرسپولیس این رو گفتیم و بعداً ثابت شد که همون قرارداد سفید تبدیل شد به قرارداد نزدیک به 2 میلیارد تومانی و بعد شکایت و شکایت بازی و دادگاه کشی که آقای دایی اعتراض داشت که فلان قدر پولش رو از باشگاه پرسپولیس نگرفته. پس بنابراین اگر اون قرارداد مبدأش یک قرارداد سفید بود که من اون موقع به طنز میگفتم که خب هر مبلغی خودشون دلشون بخواد توش مینویسن، این چه جور قرارداد بستنی است در فوتبال حرفه‌ای. به هر حال یک عوام فریبی بود، یک نوع بزرگنمایی بود که من انقدر به باشگاه و هوادارانش اعتقاد دارم. از سوی بازیکنان این مطرح میشد که من انقدر به باشگاهم و هوادارانش اعتماد دارم و علاقه دارم که این کارو میکنم و برای به دست آوردن تقریبا دل هواداران بود. یک گزارش در مورد این قضیه داریم. یک گزارش ورزشی راجع به قراردادهای سفید امضا در فوتبال. قراردادهای غیرقانونی سفید امضا با حربه دلبری از هواداران. سالهاست که بازیکنان و مربیان برای اثبات عشق و علاقهشون به هواداران بعد از امضای قراردادی میلیاردی خبر از قرارداد سفید امضا میدن تا بین هواداران محبوب بشه. سفید امضا کردم 1 سال و نیم. باورتون نمیشه من قرارداد سفید امضا کردم. معمولا رسم بین بازیکن‌ها که میان میگن با قرارداد سفید امضا میکنیم. خب بچه‌ها به لحاظ اینکه احترام به باشگاه و مدیریت بذارن دارن به نوعی ارادت خودشون رو به باشگاه و هوادارا و مدیریت ابراز میدن. این مال گذشته بود که در فوتبال ایران پولی نبود، می اومدن میگفتن که بله ما به خاطر هوادار سفید امضا کردیم. اون عدم صداقت اینها رو میرسونه، صادق نیستن. میدونید به چه دلیل؟ به دلیل اینکه تمام فوتبالیستا برای رفاه بیشتر باشگاهی انتخاب میکنن که بتونن از درآمد بیشتری برخوردار باشن. حالا خیلی از مواقع مدعیان این سبک قراردادها برای گرفتن حق و حقوقشون شکایت رو تو دستور کارشون قرار میدن. 4 ساله گفتم طلبکارم، هنوز چکای باشگاه تو ولی هیچ وقت چیزی نگرفتم، هیچ فشاری به استقلال نیاوردم. اگه مشکل مالی داشته باشه ما مجانی کار میکنیم به خاطر است. این کار هم به بازیکن لطمه میزنه هم به همون هواداری که این دوست ما به هوای اون هوادار سفید امضا میکنه. چرا؟ اگر میگه من به خاطر هوادارم سفید امضا میکنم، پس اگر پولش رو هم نمیدم به خاطر هوادار نباید اعتراضی بکنه. اما جالبه که این نوع قراردادها کلا غیرقانونی و هیچ بازیکن و مربی نمیتونه اون رو ثبت کنه. محل اختلاف میشه و دردسرای خاص خودش رو داره. بهترین مدلیه که برجت داده ها، ستاده ها و ارزش اضافی مشخص بشه. وقتی میارم برای ثبت رسمی در یک مرجعی به نام هیئت فوتبال و یا سازمان باید مبلغ دقیقاً ذکر بشه و سفید باشه، مبلغ قابل قبول نیست. همونجوری که در محضرخونه ها شما نگاه کنید مبلغ مشخص میشه و کار به قانونی انجام میشه. پس با این شرایط مربیان و بازیکنان بهتره که راه مناسب تری برای اثبات علاقهشون به تیم ها پیدا کنن. حنای این قراردادهای سفید امضا دیگه رنگی نداره. بله، فرهنگ تعارف و تظاهر البته به طور کلی عرض نمی کنم، ولی هر جا که به خصوص پول باشه و شهرت باشه این مسائل هست، عوام فریبی و نهایتا آخرش کار به شکایت و داد و بیداد و دعوا میرسه. من به شما میتونم قول بدم که همین آقای مظلومی که میگه که من حاضرم اگر استقلال وضعیت مالی بد داشته باشه مجانی کار کنم، نهایتا 3 4 سال 5 سال بعد معلوم میشه که بیشتر از همه این مربیان لیگ برتر در سطح خودش از استقلال پول گرفته. به هر صورت اما صحبت از استقلال شد. استقلال یک بازیکن بسیار خوب گرفت در این واپسین روزهای نقل و انتقالات و این بازیکن کسی نیست جز ریوالدو باربوسا د سوزا. ریوالدو باربوسا د سوزا که در پست دفاع چپ و دفاع میانی چپ تخصص داره، بازیکن خوبی است. این رو من به شما با اطمینان میگم، برای اینکه من یک ویدیو 12 دقیقه‌ای از این بازیکن در
سالهای گذشته دیدم که بسیار بسیار ایشون مدافع متبحر و با مهارتی هست که بعضا در حملات هم شرکت میکنه، شوت‌های بسیار خوبی از راه دور میزنه. این بازیکن در حال حاضر 29 سالشه، البته 25 آگوست 30 ساله میشه. قد 1 متر و 81 سانتی متری داره و همونطور گفتم بک چپ هست که استقلال به دنبالش بود. در تیم‌های نظیر سانتوس در سالهای 2004 تا 2006 عرض کنم که تیمی مثل پالمیراس در فصل 2010 و 2011 و فیگرنس بازی کرده. به طور کلی من فکر می‌کنم استقلال یک مدافع خوب برزیلی گرفت، اما جواد نکونام بازیکن سابق استقلال و تیم عرض کنم که اوساسونا، جواد نکونام امروز اعلام شد که نهایتاً با تیم سایپا برای این فصل قرارداد بسته. جواد نکونام کاپیتان تیم ملی ایران که اخیراً از تیم ملی هم کنار کشید. فکر کنم عکس نکونام رو هم داشته باشیم آقای آرش خان. جواد نکونام کاپیتان تیم ملی ایران که طی روزهای گذشته در مذاکره با بیت الله رضایی مدیر عامل باشگاه سایپا برای پیوستن به جمع نارنجی پوشان به توافق رسیده بود، قراردادش را با سایپا امضا کرد تا در فصل 94-95 با پیراهن نارنجی سایپا در لیگ برتر فوتبال کشور به میدان برود. نکونام به زودی با حضور در تمرینات سایپا به جمع شاگردان مجید جلالی ملحق خواهد شد. روابط عمومی باشگاه سایپا این خبر رو تایید کرد. فکر می‌کنم نکونام قبلا هم در باشگاه پاس برای جلالی بازی کرده. فکر می‌کنم نفوذ جلالی باعث شد که او رو به این تیم بکشه. خب بریم سراغ والیبال لیگ جهانی که یه یادآوری هم به شما بشه. مهلت نقل و انتقالات هم که گفتیم به شما که تمدید شد تا 5/1 تا اول مرداد تمدید شد و من گفتم 3 روز 8 روز، نه درست گفتم، تا پایان وقت اداری دوشنبه 5/5 تمدید شده که 8/5 ما باید لیگمون شروع بشه، یعنی دقیقاً همونی است که من گفتم. خب بریم سراغ لیگ جهانی والیبال. خاطرتون هست که ایران بازی‌های خیلی خوبی در این لیگ انجام داد ولی نهایتاً به دور نهایی نرسید. اما در این پروسه لیگ جهانی در گروه 2 ما می‌دونید که ما جزو 6 تیم گروه A بودیم. در گروه 2 هم فرانسه بعد از فعل و انفعالاتی به دیدار فینال رسید و در فینال موفق شد که عرض کنم که تیم صربستان در فینال به عنوان قهرمان فرانسه موفق شد بلغارستان رو 3-0 شکست بده در گروه 2 و به عنوان قهرمان گروه 2 در لیگ شناخته بشه. از اون سر اگه یادتون باشه تیم‌های برزیل، روسیه، عرض کنم خدمتتون که لهستان و ایالات متحده به همراه برزیل هم گفتیم، بر اساس این 6 تیم رسیدن به دور نهایی لیگ والیبال جهانی که در 2 گروه تقسیم شدن. برزیل و فرانسه و آمریکا در یک گروه، لهستان و صربستان و ایتالیا در گروه دیگر. نهایتاً در دور نیمه نهایی ایالات متحده مغلوب تیم صربستان شد و فرانسه هم 3-2 لهستان رو شکست داد. دیدار رده‌بندی بین آمریکا و لهستان 3-0 به سود آمریکا به پایان رسید که آمریکا سوم شد، اما دیدار فینال رو فرانسه و صربستان برگزار کردن. در برزیل این بازی انجام شد. دیدار فینال روز 19 جولای یعنی دیروز و ما صحنه‌هایی از این bازی فینال لیگ جهانی رو برای شما داریم. پیراهن آبی ها فرانسوی ها هستند. بفرمایید. Czekać na razie rozgrywającego na miarę swojego szkoleniowca. Pierwsza akcja finału, na drugą stronę przyjęcie Ngapet i już pierwsza udana akcja przy tym zawodniku. 1-0. Nikola Kowaczewicz blokowany, sam się wyasekurował. Jeszcze raz Nikola nie może skończyć tego ataku. Kontra Francuzów, wyczyszczona siatka dla Rusie. 2-0. Sięgnął, bardzo dobre przyjęcie, ale zerwał ten atak z lewej strony.
Grebennikow, Rozier. No, mogła to być dziura między drużynie Serbii. Rozier. Piłka zbyt wysoka, zdążył Grebennikow. Zatrzymany Ngapet przez Podraszczanina. Świetna atmosfera. I tę atmosferę będziemy musieli na pewno ten turniej przeanalizować. A na pewno nasi szkoleniowcy. Rozier. Punkt za punkt w tym drugim secie. To Niutti sięgnął ledwo, ale jak fantastycznie odegrał do Legofa. Urosz na drugą stronę, ale też pomylił się teraz Leroux. No ale nie tak to miało wyglądać. Stojokolić, Francja wygrywa 20. Nikoli Kowaczewicza i Urosza. No, ciągłe rotacje w tej drużynie. Ale taki ma styl prowadzony 6 roku. Podraszczanin. Nie mogę niestety tutaj. Podbił Ngapet, on teraz kończy, asekuruje go Grebennikow. I jeszcze raz Ngapet blokowany. No niestety tutaj nie dostaną ani jednego z nich nasi siatkarze, a serwisowy Ngapeta. Tak jest, trójkolorowych. Przyjęli Serbowie, Atanasiejewic, jest obrona, Leroy kontra Ngapet, asekurowany Kevin Tilly, ileż walki tutaj teraz w stronie Serbów, Urosz i Francuzi w kontrze na zakończenie tego meczu. Coś niesamowitego. خب پس لیگ جهانی رو فرانسه برد. دیدین که برای امتیاز آخر هم چه تلاشی کردن. 3-0 در دیدار فینال صربستان رو شکست دادن و برای اولین بار لیگ جهانی رو بردن. حالا فرانسه رو هم یکی از قدرت‌های والیبال جهان بشناسیم. رده‌بندی نهایی لیگ والیبال جهانی به این شرح اعلام شد. تیم اول فرانسه همونطور که دیدید، تیم دوم صربستان، سوم ایالات متحده، چهارم لهستان. اون سه تا تیم اول مدال گرفتن، مدال طلا، نقره و برنز رو دریافت کردن. لهستان چهارم شد، برزیل پنجم، ایتالیا هم ششم، ایران در مقام هفتم قرار گرفت. دو دوره پیش که برای اولین بار شرکت کردیم نهم شدیم، فصل پیش لیگ چهارم شدیم، حالا هم هفتم. در مجموع بسیار خوبه. من تا تیم دهم رو خدمتتون میگم. استرالیا هشتم شد، بلغارستان، روسیه نهم شد و بلغارستان هم دهم. البته روسیه به گروه 2 رفت و من فکر میکنم که ایران هم با این رده‌بندی به گروه 2 رفت. حالا باید صبر کنیم ببینیم که تصمیم در این مورد چه هست. اما بریم سراغ کانکاکاف گولد کاپ. کانکاکاف گولد کاپ هفته پیش که ما با شما خداحافظی کردیم پنجشنبه به دوره 1/4 نهایی رسیده بود. در دوره 1/4 نهایی این نتایج به دست آمد. 6-0 آمریکا کوبا رو شکست داد. هایتی 1-0 مغلوب جامائیکا شد. ترینیداد و توباگو عرض کردم خدمتون روز یک شنبه دیروز بازی داشته، در حالی که ترینیداد و توباگو با سپاهان هم بازی داشته. برصورت ترینیداد و توباگو 1-1 با پاناما مساوی کرد. در ضربات پنالتی پاناما برنده شد و در آخرین با دیدار 1/4 نهایی هم تیم مکزیک موفق شد کوستاریکا رو 1-0 شکست بده. حالا در دیدارهای نیمه نهایی آمریکا با جامائیکا و پاناما با مکزیک روبرو خواهد شد. این دیدارها عرض کنم که 22 جولای یعنی پس فردا چهارشنبه آغاز میشه و هر دو بازی هم در یک روز هست. ساعت 3 بعد از ظهر آمریکا و جامائیکا رو داریم و ساعت 6 هم پاناما و مکزیک رو. همونطور که خدمتتون گفتم همه منتظر هستن که در این سوی دنیا، یعنی در آمریکای شمالی، مرکزی و جزایر کارائیب، نبرد آمریکا و مکزیک رو در فوتبال ساکر خودمون ببینن.
اما از بازی آمریکا و کوبا که با نتیجه کوبنده 6-0 به پایان رسید برای شما صحنه‌هایی رو داریم که با هم ببینیم. For Zardes on the far side. Support from Timmy Chandler now. Chandler's cross lifted in for Dempsey in the opening goal. He just keeps scoring in this Gold Cup, and it is the start that Jurgen Klinsmann wanted. 1-0 to the U.S. With exactly what Jurgen Klinsmann wanted to see. First, Fabian Johnson gets forward, then Timothy Chandler gets forward, crosses in a lofted ball, not much pace on it, but finds Clint Dempsey, who makes no mistake with the header. 1-0 United States. This could be a very long evening for this Cuban team. Towards Zardes, chance for two. It's another simple finish. And once again, Cuba have completely switched off. And even at this early stage, that is surely the US into the semis. Really poor defensive line. Two defenders looking at each other. Nobody go with Zardes. And he simply can't miss. Flags are offside, had to become necessary. Bradley early ball, Aaron Johansson there. Johansson is onside, goalkeeper's out. Wonderful, sensational from Aaron Johansson. 3-0 to the United States. Times his run to perfection. Great ball by Michael Bradley. Goalkeeper makes a mistake coming out. Very good touch. And a little dink over the goalkeeper's head. Quality goal, quality run, quality pass. 3-0 United States. We see Michael Bradley goal for goal from these types of positions. He hooks this into the back post, headed right in front. Gonzalez is there. It is the fourth goal. It was Johansson who kept it in play. It's a first goal for the United States for Omar Gonzalez. And a punctuation mark to a big first half for the U.S. over Cuba. Well, Jurgen Klinsmann said he likes his team on offensive attacking set pieces, and that's why. Ball swung in, Aaron Johansson keeps it alive. Omar Gonzalez loses his marker, 4-0. Numbers in the box, Evans cross, Johansson's being dragged down, penalty for the United States. Yellow card on Hal Orta. Clint Dempsey already with a goal today, already with 4 in the tournament, trying to pull further ahead for the Golden Boot of the CONCACAF Gold Cup. We saw him chip one in against Guatemala in Nashville, the warm-up game. Just about the same thing here. 5-0 United States. Well, Clint Dempsey showed confidence when he took the first one in the first game, chipped it down the middle, and he's done the same again. If possible, one to play in Cuba's half of the field as much as possible. Bradley picks up the defensive header. Michael Bradley looking for Dempsey. He's going to get there in the end, and he's going to get his hat trick. Clint Dempsey, 3 goals. The United States 6. It is an absolute rout here in Baltimore. Well, once again, the United States showed their superiority. Just a straightforward ball. Very poor defending. Back clearance by the Cuban defender. Michael Bradley picks it up. Clint Dempsey doesn't give up on it. Hat trick for Clint Dempsey. 6 goals in the tournament now. 6-0 United States. بله 6-0 کوبا رو شکست داد تیم آمریکا. جالب این هستش که در حالی که کانکاکاف گلد کاپ در جریان هست، لیگ MLS هم در جریان هست و بازی سن خوزه ارتکویک و گالاکسی این رو نشون داد. به هر صورت اونها هم تونستن برنامه‌شون رو طوری تنظیم کنن که اردوهای نمیدونم 1 ماه و 1 ماه و نیمه نداشته باشن برای یه بازی یا یک تورنمنت. به هر حال حالا از این مسائل بگذریم. اما در برنامه فردای گزارشی داریم درباره 2 جوان، البته جوان که عرض میکنم در سطح مربیگری عرض میکنم، 2 جوان ارزنده ایرانی، 2 مربی ارزنده جوان ایرانی، مهدی مهدوی‌کیا و وحید هاشمیان. گزارشی در این مورد داریم و فعالیت‌های اونها، از جمله شنیدیم که مهدوی‌کیا کار خودش رو با باشگاه هامبورگ در مورد تیم تهاجمی هامبورگ آغاز کرده به عنوان دستیار مربی، که این خیلی جالب میتونه باشه و در رده زیر 20 سال فکر کنم باشه.
بر صورت یه گزارش داریم و یه گزارش هم داریم از مقایسه درآمد و هزینه فوتبال ایران با فوتبال کشورهای همردیفش نظیر ژاپن و کره و اینها در آسیا که ببینیم در چه جایگاهی فوتبال ایران از نظر اقتصادی قرار گرفته. و البته میدونید که از نظر اقتصادی ما در شرایط اسفناکی از فوتبال ما، وقتی که بخش عمده درآمدی که میبایست به فوتبال برسه بهش نمیرسه. همین مسئله حق پخش تلویزیونی که یک معمای عجیب غریبی شده و لجاجت سازمان صدا و سیما در مورد عدم پرداخت یا پرداخت نکردن حق فوتبال که مقوله خیلی جالبی هست. بر صورت ممنونم که تماشاگر این برنامه بودید. یکی از دوستان آقای ساسان فکر کنم در اینترنت ما یک سوالی رو کرده بود، من مجبورم جواب بدم. گفتن چرا این آقای بلاتر با این همه فساد و این چیزا که در اطرافش این صداها شنیده میشه محاکمه نمیشه؟ خدمت این دوست عزیزمون باید بگم که اولا ایشون وادار به استعفا کردن و فکر می‌کنم تا زمانی که ایشون روی کرسی فیفا نشسته مورد تعقیب قرار نگیره. ولی این احتمال رو خیلی از کارشناسان میدن که با پیگیری این پرونده 14 نفر از معاونین ارشد او در فیفا نام بلاتر هم به هر حال بیرون خواهد اومد و زمانی به او خواهند رسید که ایشون نقشی در فیفا نداشته باشه. بنابراین ما باید حداقل تا 26 فوریه صبر کنیم تا ببینیم که بالاخره رئیس دائمی فیفا چه شخصی خواهد بود یا رئیس 4 ساله بعدی فیفا چه شخصی خواهد بود. اون وقت که بلاتر از سمت‌هاش به طور کلی کناره‌گیری کرد، یعنی فیزیکلی هم دیگه اونجا نبود، اون موقع من فکر میکنم که خدمت آقای بلاتر هم خواهند رسید. تشکر میکنم از دوستانمون در قسمت فنی، به خصوص آقای آرش، دوست عزیز دیگرمون، من اسمش یادم نیست الان، آقای اشکان. آقای اشکان هم دوست عزیز دیگر ما هستن که در این قسمت همراهی میکنن. ممنونم از هر دو و فردا شب شما رو خواهیم دید. برقرار و پایدار باشید.